خسارات ناشی از باران‌های موسمی در پاکستان. بارش شدید، جاری شدن سیل، برق گرفتگی و ریزش سقف مناظر مسکونی بر اثر بارندگی در 3 روز گذشته دست کم 55 کشته در پاکستان بر جای گذاشت. در منطقه ما هم باران زیاد اومده و خسارت زیادی به منازل مسکونی وارد شده. بارندگی شدید باعث تخریب منازل بسیاری از مردم در ایالت بلوچستان شده و جاده‌ها و زیرساخت‌های عمومی در این ایالت نیز خسارت زیادی دیدند. به 15 بخش از ایالت بلوچستان در 3 روز گذشته خسارت زیادی وارد شده. 10 نفر هم بر اثر حوادث ناشی از بارندگی کشته شدند. در تلاشیم تا به مناطق آسیب دیده امداد رسانی کنیم. مرکز مدیریت بحران پاکستان هم اعلام کرد بیش از 350 روستا در ایالت‌های سند و بلوچستان به زیر آب رفتند و هزاران نفر دیگر نیز از بیم سیل مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. در چند روز گذشته بر اثر بارندگی‌های شدید خسارت زیادی به مناطق محروم وارد شده و مزارع کشاورزی هم به شدت آسیب دیده. به گفته کارشناسان بارندگی‌های امسال در مقایسه با سال گذشته بیشتر و شدیدتر خواهد بود و از ابتدای شروع بارش‌ها تا کنون بیش از 100 نفر جان باختند. به گفته مقامات پاکستانی سال گذشته بر اثر بارندگی‌ها ضمن خسارت به منازل مسکونی و مزارع کشاورزی بیش از 160 نفر هم کشته شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.